در یک مسجد 20 رکعت است علامت رکعت، در یک مسجد 8 رکعت ختم است. همینجا کردنش افضل تره. ختم برای آنکه ماه مبارک رمضان ماه ختم قرآن است و یک داملا در وقتی که در وطن بودیم گفت که برای چی ختم میکنید؟ این ختم نو پیدا شد. میگم ختم نو پیدا شد به معنایی که تا دیروز ما علامت کیفه میخوندیم، آخی نو شوروی به آخر رسید که مثلا شهری ما یگان قاری نداشت. او سالهای 99 98 بعد قاری ها برآمدن سر کرده. قاری نداشتیم ما در شهر ما، قاری نبود. قاری که نبود بیچاره از ازبکستان قاری می آوردن. بعضی دامله ها از ازبکستان قاری می آوردن، از دیگر شهرها قاری می آوردن، از دوشنبه قاری می آوردن. با همون هم 3 روز به 3 شنبه ختم میکردن 10 بار، چون که قاری وقت نداشت. قاری ها اون وقت قاری که کم بود در پایان شوروی که به آخر رسید، در اون وقت قاری ها کم بود. واقعا قاری ها 3 روز در یک مسجد ختم میکردن، 3 روز دیگه در دیگر مسجد. یعنی نسبتاً به سالهای پیشین این چیزی نو است. میگو این دامله های نو پیدا کردن، این نبود. میگو ما علامت کیفه میخوندیم، این دامله های نو برآمد پیدا کردن. میگو مگر اینها از امام اعظم بزرگ هستند؟ امام اعظم علامت کیفه امام اعظم میگه یا دامله میگه امام اعظم علامت کیفه میخوندن، این دامله های نو ختم برآمد. امام اعظم نقل میکنن که در یک حرکت قرآن ختم کرد. میگن نخواد علامت کیفه مال امام ابو حنیفه باشد. از علامت کیفه تا ناس این دو مردم امام میخوندن. برای چی میخوندن؟ برای اینکه قاری نبود. همین سوره های مایده دوباره میخوندن. با 10 سوره هست از علامت کیفه تا ناس، در 10 رکعت یک بار میخونن و با مراتب دیگه در 10 رکعت دیگه با یک بار دیگه میخونن. یعنی این نوآوری نیست ختم قرآن. بله البته حرکت کنید در ماه رمضان، اقلا یک مراتبه در ختم اشتراک کنید. خودتان 2 مراتبه 3 مراتبه 4 مراتبه، از همه بهترینش اقلا 4 مراتبه ختم کنید، چون که یک هفته یک مراتبه این ختم صحابه ها هست، در 7 روز یک مراتبه. اگر انسان به این عادت کند بسیار خوب است.